تو خاله به خاک شد رنگه که تو مدر غویستین به خاک شد تو همه کابوغزاد من نمیدی اشته کنم من چه کار کنم اشته کابوغزاد لکس کلون پانت واقعی آره گردانه و من گیلکی هم انوری گیلک ری میکن برا باشتم گیلک جا کجا بخیر هیچ جا اشتری جانجوری شکر فضل خدا سلامت بشی بشین اینجا سره بشین کار دارم گیلک جو دو کلمه قبل تو میگم شرطی برف کنی خوبه بشین بابا اینه چیه؟ اینا هیچی خاره خوشه خوب گیلک جو اینی سرا مدر قویستین بفهمیدی؟ ارشون مطال 4 5 6 کرد ما برفتن در سرا اینا کابوغزان ما گفتن این دفعه برفتن ما رو دادن تو برو گیلک جا برو بستو بگو عزیزانه خوبه نگه کجیر بگو عزیزانه خاله اون کابوغزان ما بفتاده بده لیبات یا میزنه من نمی دور خاله مای تو چه خوبی ها برو خیلی بایو خدا کو خیلی بایو اینو چیه بروش میکنم برو خاره خوشه خوب برو آنیمه دل نموش میکنم مدر کی؟ مدر قویستین گفتن گیلک خیلی ما معرفت تیپ میشتنه تیپ میتیاره خیلی شیکی برو صبر کن برو دیگه گیلک جو وقتی جودی شو گردن تو من گفتن خیلی من گیلک برو معرفتو میکنم کابوغزاد بگم خاطر من از صبح خیلی رفته و اعصاب خراب شد خب اگه من ماسته باشه اعصاب خراب نمیشه تو خیلی ماه برو معرفتو میکنم کجیر گفتن گیلک خیلی ما برو خیلی مایه من او زمیه من خیلی مایه دیگه برو پیدا تو با خدا اینو چیه؟ گردانه بابا شو خرخره کرده اینا کیله گیلک و کفت خورده چرا نبودی؟ میگه تیر اسب اجل و بند دل تو کجیر میگه بخوره میگه مت قرآن عجب دیگه به سرم دست بالا کردی میکنم چرا تو ادارت من بگو تی تو خیلی مایه با تیر اسب اجل تو کجیر خوره خوشه اینا کجا میبینی؟ هیچ جا میرم من بخور برو بگه دروغ نگیه یک بچه بی برو گیلک دیونه برو گردانه و من کتی دیر نیم کتو داره تو سوا بکن من را دادی بگی مثل کنو این معاشار مای کجا ببره عباس اینجا بشه گیله اشتنی جانجوره اشتیانی گیله خیلیتی جانجوری نه چیه اینا؟ خرخره گیله سعی بکن پاکه صبر کن خوب خرخره یک از ایمونو بده که بشم تا وقتی یاره گیله خوب تو به سر مدر خودی اگه به پیار نمیگی خرخره جمع باش اینا گیله بیاردیم چی؟ نوور دارم از تو چندی میشه یکم بشم باشه بکشون و ندا گیله بگذار میشم خوبه حساب کن گفت بینیاره گیله اینو چنده؟ چی؟ گفت بزن این را کجا بودی؟ کلوچه هم به ما بده این را کجا بودی؟ کی؟ این باتا یخچال ماشا خرخره میگم ماشا خرخره اینا خونه پیشون مانه و چند نیور دارم چند نمیدی؟ از اینا بدی کمی کی کمه دیگه چی نمایم یک پینجه خوبه حال اگه خود تو بیتر میفهمی یک تخم مرغی اول میدارم خوبه 50 و یک دونه تخم مرغ 50 پا و یک دونه تخم مرغ گیلک همه اول سی به قیمت نه کی؟ او انرژی خب من نفهمم این همه شیرکله سیری پیره شیرکله دیگه چی می؟ کلوچه کی؟ از اون کیکا گرده کاغذی تلایلون میاد نه من اونا گیلک جو
آره ما آه این مینا بگو ما یا کیکیر بگیرم آه سوار کن تخمق به کیسی منه خیلی تخمق نمو ما بیستیه بارو بخیر این هم لکازمه این هم لکازمه این هم لکازمه او هم لکاست این تخمق هم از با بوجی می آها دیگه بوجه اینجا باشه خاطر نیان با می برو گیله اینا خرخره پاک کرده مادر ما پاک میکنم ما مادر ما تا ما 10 من از اینا پاک کردیم خرخره کردیم خب برو بگم به سر مادر کو دیر یک وقتی به پیار من نکی بگی من نمیگم گیلک برو دل جمع باش برو اگه میشه یک دمی پوچه بگم ما جمال امرنگ بسیار این بوجی از مونه بفهمیدی خب برو خداحافظ برو دیگه برو چطور اگه بدیدی بگو خوبه برو سعی که تو اشته موشا خرخره کرده خونه برده یار گیله خواهد که تو هم بیار من ور میدونم از تو میخرم حالا کامی گیلک مادر چی میزه تو مثل برنج ما به دست میداد می آورد این 100% گیلک بوجوند از امرو بیاد انرژی رو آکا این بوجونده بله سلام علیکم. و علیکم اشتنه شکر فضل میگم که همی گیلک به چی میبرده کن تو چی میاره؟ گیلک به چی شما؟ آه هیچی چی میاره؟ اشتا چی میاره؟ برین میاره، ماش میاره، گندم میاره، همه چیز میاره به دکن تو نمیفهمی که همی میدونه پیش مادر خو میاره تو ور میداری؟ چرا به من نگفتی که همی بچه تا همی تا چیزا میاره؟ نبرده ما اینجا نبرده اشتا نبرده دیکن دیگه نفری برده دیگه کس هیچی نبرده بم دکن تو آورده یا این دیکن کم اینجا تازی من نه من شاید دارم به سر تو خونوقا میشکنه ما اینجا نبرده همین جا آورده آنه این ماشا نبرده ماشا خرخره کرده نبرده ماما یش با چی شما نیه سره شما نیه ما شما ایستا نبرده گیلک هم یک ساعت پیش نبود مال امران کمه ایستا هم مال امران کمه 10 دفعه من تو شاید گفت چی گفت؟ ای چی لابه کمی گیلک رای پیش میکنه میاره برادر ماشار ور میداره میاره برنجار ور میداره میاره گندمار ور میداره مر داره به در کرده خودی ماما جان استتر گفت همین ما بازار میاریم اینا چه بازار میاره این ماشار هم مالک بدیدم ماما بله خود چی میگی تو؟ سکنیم ماما جان غیغداد نکشیم سر صدا نکنیم اینجا دکون تا محله باشه تماله فهمیدیم عباس بیکار بعد نکنه ما در یمسر سرا چی شما. میگم و در سرامو نمیاره یک چیزی میاره از او گیرون میخره و در به در کرده مرایی ور میداره میاره هیچ چی نخریده برار ما شما بفهمیدیم آنه این ماشا شاید این ماشا خونه مال مونه امران کمه ایستا مال امران کمه ماما مال امرنگ با بازار بریم 100 خروار ماش هست ماش خرخر کرده با بازار نمیارم با با خدا خونه میذار میارم هست که با طول ترازو هیچی نه مال اینا خونه ورده ماما جو به دیکونو دیگه برای اینجا بریم دیکون دکونا کمه دیگر پرسان کنیم اگه نه مامی دکونا یک جا بگرد اگه تو یک پیاله ما یک سر ماش خرخر کرده دیدی ماما تمام شهر به خدا میندیا پر ماش خرخره کرده هیچی نه بیاریم دوباره بریم با پشت میز کسی نگذاره ماما جو بریم بریم ماما جو اینجا دوباره دیگه یک کار نکنی بریم ماما نمیکنه ماما جو بچه خود جلوی شما بگردونه بریم بریم ماما بریم فقط اینجا جا جنجال کم هر کی بیای حالا بخریدی چیز میزه از اینا لالا اینا چی بگه آدم همین همسایه چی میگن نخر از این دیونا ساده که یکی میای میفروشه و ارزون یکی میای چی میخره نخر از این اصلا خود اینا دیگه هم سودا هم نده برای اینا که پول نقد هم میدم این ماشال گیلک سال صدا خود به هوا کرده که اینجا پی ماشا را کجا ردی همین یار گیلک ها خود نمیخریدی از او دیگه خود چکار کنم بیار دیگر روزا میاد که شیر پره و اینا میبرد اگه اینا هم بیاد گفتک مدام بره نمیشناسیم اینا تایفی دیونه تو خود میشناسیم اینا غیر از این که ما خود مردم به جنجال بندازونی سیقی جان گل گرمه ای
چیه گیلک اینا چیه میخونی؟ دیگه مثلا که بسیار آگو می بیایم نشتو لکات که برو بخیره برو تقابل داره یاسی شد نمو برو خودی برو کار باید خوب کاری میکنی خوب کاری یاد گرفتی گیلک دیونه ماشا را خونه خو میچونی میری میفروشی به دکون تمام و عباس اینا قراری کردم کیک میکنی میخوری یا با خدا اگه تا پیش میبری اگه ما چطی تو پیش بیار تو مرو امضا نکردم ما پدر ندارم مرگم مفاجه طور بگیره و چپاتم بزدی تا گوش توی تا پیش میمیری تو صحبه کن سلام علیکم بخیری سلامه شما چه کاری گیلک میشه؟ بچه خاله او بچه خالی او؟ آه پیار گیلک بسرای؟ نه خودی هم نیه؟ نه خود گیلک هم بسرا نیه؟ نه کی میبهی سرا؟ خاله مکه خالی تو یکه یا؟ آه اپا ایچی خدافه ماما خوشم سلام علیکم ماما اشتنی دیاری بخیری شکر زنده باشین سلامت باشین ماما این دیگه یک دقیقه بسته که میشه ما کار دارم بفرمایید بشینی بگو همین تو من خاطر کار دارم میرم سرا ماما شما بشینی ماما جو بله شما همسایه مانی بله و مثل پیار منه بله یا من ادمی به چی ادمی خونه زندگی خود شما خبر داری؟ نه دیگه من مرد سرایم دیگه من چی میفهمم ماما اشته خبر نداری آخه ماما جو امی به چی شما گیلک امرو من می آمدم امی تا بدیدم برای ما کمک کار داشتون جلوی بگرفتون دیدم به تا گونی و ماشا خرخره کرده به کف تدینه برای میگم گیلک اینا چیه میگه چی؟ آتاش خور رد ادیر بگرفتم ماما برا به دکون امی محلم به تاوی دکون امی محل به می دکون عباس اینا امی ماشا خونی شما بفرخ به می دکون دار بالی کیک میده ماما آخه شما آدم غریبی من میفهم که شما رستاشون به سر همون سرها بلا کلینگ میزنی شما به پرو میاری به جرو به در میکنم این کار خوبیه بچی شما ببرم ماشار بفروشه خورده دو بر ماش بود بگونی ماما ماش خرخره کرده؟ با خرخره کرده کیار کرده چرا دگان بدیدی یا همین دفعه؟ من که همین دفعه دیدم نگه اتوبان شما دیدم کنی ماما چه کنم خبر داریم نداریم یعنی ماما ایته من به شما بگفتم که پیگیری بکنی الان من میرم به دکان عباس و رمضان سعی کنم که راسته یا دروغه راست ماما دین جنبری یعنی ایته گیلک جون تو با امیتا پیش میمیری کی کار میخوری ها اگه اینار به جون تو زهر ما نکد تو سلن نکد پیار تو هنه اشتا کنه ما خود بزی خونه و زندگی نه ماش گذاشته با ما آخه تو چه ریتا میکنی؟ تو چه ریتا بشی؟ من چی رقم زندگی کنم؟ چی رقم گزاره کنم خود از این خونه؟ نه ماش بمانه، نه برین بمانه، نه دیگه بمانه، نه دیگه بمانه هر چی پیدا شد به خونه ببری بشوشی من اشتا کنم؟ چی رقم کنم؟ جگر مکو بکنده از بار آورده جگر بکنده از برنج آورده، ماش آورده، روغن آورده چرا که خونه خود ظلم میکنی؟ چرا خرج خونه خود میبری خرج مردم میکنی؟ اشتا برو با کجا برو؟ چه خاک به سر بکنی؟ چه کار کنی؟ آخه چرا تو کارا میکنی؟ اشتا بچه ها دارم، اشتا خودی دارم، اشتا زندگی دارم من کجا بدی؟ کجا بدی؟ همه تو برو تو تا همه تا همه زمین ها کده زمین ها؟
امیته همون چیز اسم نداره. امیته میگم همه تو این ماشون پرنجار از خونه برمیداری میبینی باره کس و دگه و دگه میدی پولم کرمه میشونی هیچی تو بازی تو کارام میکنی. کی میگه؟ خب میگم به ما دیگه 10 تا بار بیا باده به ما گفته که به کسی به کفت گیلک ماست بیده یک دفعه میگم بلین بودی یک دفعه میگم ماست بیده تو چه دیگه میکنی؟ و خود ظلم میکنی جواب من بگو به تاری من نگاه نکو یک دفعه دیگه ببینو که تو این کارا میکنی یا مردم به ما بگم تو به ما در سرانه که تو میکنو گیلک آواز خود جمع کو پول نهی به تو بدو دیگه بدو تو این کارا میکنی خونه خود ایرون میکنی چی میگی تو؟ خرج پوست کش کردی دیگه یک دفعه کارا بکنی بشنویدی چی گفتم؟ به گوش تو تالا به این گوش ها خاطری آواز تو جمع باشه پول نهی بگو به تو بدم هرچی نهی به تو بدم این کارا نکن که بعد مردم بگم گیلک بچه تو دزدی میکنه شما عزیزی بکنی پس و از خونه مردم میکنی بابا بد کرد دیگه خیلی دفعه دیگه خط پیش کرد بخی دیگه بفهمیدی بیا برو دیگه بچه خوبشی دیگه خب بچه خوب حالشی که ترخه ماسته باشون خب آل مای حال ترمایه اگه دیگه این کارا نکنی ترمایه دیگه نمیفروشم ها این مادر تو چی میگه؟ مادر تو به دست تو بدا هیچی؟ نه نی برای نی ماش هیچی نه اینا رشته بودی اینا را کجا بودی؟ یک بچه گفت بامو گفتم بچه گفت گوبر خونه خوردم گوبر دزدی نمیشه اسمی بگی به من کی؟ هم بچه گفت کی نه اینی تو چیه؟ بچه لالو من تسکی بون فکر دارو صبر بکو تو بچه خوبی شو هر کس که به تو هرچی میگه بگو من برف و پیار خو میکنم خب من برف و پیار خو میکنم ماما شما این بار کنیم بابا ماما منی شما بگیم برو بفروشن شما با ما بگیم بگیم برو بر اینجا خود بفروش بگیم نه بابا شما مرتکتیم شما با ما یاد نمیگیم برو گیلک دو خونه خود ریسی کن تو عدل میشی؟ نه شما بگیم با من برو گیلک خونه خود ریسی کن ما بابا خود خیلی من دوزی نمیگم من بچه خوبی شدم نه بچه خوبی شدی تو خیلی مایو بچه کرون منی بچه خوب منی خوبه دیگه همین که بچه خوبی باشو خوبه تو خیلی به تو موتری هم میخرم ارستکی موتری هم میخرم سکیل میخرم موتر میخرم اما این کارا نه دوزی نمیکنم گناه داره حرومه بعد و مردم نکو نه مردم تو ابریو میبرم بابا خوبه بچه خوبی شو بچه خوبه کردم چشم اینی که بچه خوبی بشی به تو موتر هم میخرم سکیل هم میخرم هرچی بچه به تو میخرم خوبه برای کار غریبی خوب برو برای زندگی خوب برو خوب شدی؟ آفرین دست بده که دیگه کارا نکنی بچه خوب شده دیگه گوشا گردن مرتکر میدونه که بگم بچه کمی تو کاری کرد چه بابا دیمون نسکه میکنی شما خب یعنی میگم بچه ها کوچه اگه بدم خوبه